وزدني إيمانا من قلبي الحيران ناديت يا منان وغمرني بالغفران وزدني إيمانا ذنبي تعلاني للذل أرداني ذنبي تعلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم با قسمت دیگری از برنامه های زلال ایمان خدمت شما عزیزان و سروران هستیم. مهمان و کارشناس دائمی برنامه جناب استاد سلیمانی عزیز را در استودیو با خود دارم. در آغاز سلام های خود و شما بیننده های عزیز را خدمت استاد سلیمانی بزرگوار تقدیم نموده ایشان را خوش آمدید میگویم. بنده هم عرض سلام دارم و ادب احترام خدمت شما سرور گرامی برادر عزیزم استاد رحیمی بزرگوار و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستم. تشکر. سلامت باشید استاد سلیمانی عزیز. بیننده های عزیز، البته از چندین هفته با ما هستید و میدانید که ما در مورد اسما و صفات الله متعال بحث های داریم و ارتباط این بحث با اولین رکن از ارکان ایمان که اساسی ترین رکن ایمان می باشد، ایمان به الله متعال. از لوازم ایمان به الله متعال این است که ما باید اسما و صفات الله متعال را نیز بشناسیم تا به آن ایمان بیاریم. در اسماء الله متعال به تعداد از اسماء مهم پرداختیم. اولین اسمی که ما بحث کردیم اسم الله یا لفظ جلاله الله بود و سپس در مورد الرحمن، الرحیم و همچنان رب العالمین، مالک یوم الدین و در آخرین قسمت الحی القیوم روی این دو اسم مهم که در آیت الکرسی وارد شده است بحث های داشتیم. حالا البته در این برنامه روی اسم دیگری از اسماء الله متعال بحث خواهیم داشت. استاد سلیمانی عزیز، کدام اسم است که روش میخوایم بحث کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. در برنامه امروز هم چون قول داده بودیم ما فقط گلچینی از اسما و صفات الله متعال رو مطرح بکنیم، اونایی که مهمتر هست. در امتداد موضوع بعد از اینکه به آیت الکرسی اشاره کردیم و لفظ الحی القیوم رو در آیت الکرسی آیه 255 سوره مبارکه بقره به امر عزیزان بیننده درباره‌اش سخن‌ها گفتیم و صحبت کردیم. بله. سعی می‌کنیم در این برنامه و برنامه‌های پیش رو در آیات پایانی سوره مبارکه حشر درست که مجموعه از اسماء الله الحسنا رو در کنار خودش جمع کرده، در آنچه که از این آیات اشاره نکردیم در این آیاتی که اسماء الله تعالی ذکر شده به اونها بپردازیم. آیاتی که الله متعال در او با معرفی خود شروع میکنه: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. درست. در این آیات پایانی سوره 8 ما سعی می‌کنیم که در این باب صحبت بکنیم و در این آیات هم باز اولین اسمی که برای الله متعال ذکر شده اسم بسیار مهمی است و بسیار اسم عظیمی است و اسمی است که فهم درست و درک صحیح این اسم با ما خیلی کمک میکنه، هم به تقرب بیشتر به الله متعال، درست، هم به تأثیر اون در ایمان ما و رشد ایمان ما و هم به دور شدن و نجات از خرافات و بدعاتی که احیانا در این اسم و عدم شناخت این اسم ما باش درگیریم. اسم عالم الغیب و الشهاده که الله متعال میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده. ما درباره این اسم قصد داریم ان در برنامه امروز تا جایی که فرصت اجازه بده با همراه بینندگان عزیز و ارجمند صحبت بکنیم. درست. و اشاره هم کردیم در برنامه‌های گذشته مهم این آیه شریفه رو بارها که هم در سوره مبارکه حج داریم هم در سوره مبارکه زمر و جاهای دیگه که الله متعال گله میکنه غالبا
از بعد از اینکه شرک مطرح میشه، همیشه یکی از دلایلی که مشرکین مبتلا به شرک شدن، الله متعال میفرماید و ما قدر الله حق قدره. الله متعال رو اونگونه که شایسته شناختش هست نشناختن و قدر ننهادند. درست. و شناخت این اسما به ما کمک میکنه که ما به این بیماری مبتلا نشیم و ان شاء الله امروز درباره عالم الغیب و الشهاده با هم بینندگان عزیز سخن خواهیم گفت. بسیار خوب. قسمی که شما وعده کرده بودین که به برخی از اسمای مهم، البته به طور گلچین و انتخابی و گزینه‌ای بحث می‌کنیم، گفتین میریم به سراغ آخرین آیات سوره حشر که تعداد از اسمای حسنا را در آنجا در بر گرفتن، روی آنها بحث می‌کنیم. مجموعه‌ای است، بله، مجموعه‌ای رو که سعی می‌کنیم ان شاء الله اونایی که ذکر نکردیم رو درباره صحبت بکنیم. هدفتان مشخصا از این که عالم الغیب و شهاده رو در این برنامه بحث می‌کنیم صرف به خاطر این است که در ابتدای آیات‌های آخرین سوره حشر آمده؟ نه، به این خاطر نیست. موضوع اینه که بدون شک وقتی که الله متعال در یک آیاتی پشت سر هم مجموعه ای از اسما و صفات خود رو با هم ذکر میکنه، این مجموعه دلالت بر حال این گزینش و این انتخاب از طرف الله متعال. درست. و این مجموعه آیات وقتی که ذکر میشه دلالت های فراوانی برای ما داره و ما هم به تبع وقتی که الله متعال مخصوصا سوره 8 وقتی که باز ما درباره سوره 8 بخوایم صحبت بکنیم، سوره 8 که باز اشاره داره به جریان غزوات رسول صلی الله علیه و سلم با بنی نذیر و یهودیان مدینه و جنگ های مدینه و تفکر یهود نسبت به الله متعال و همچنین تفکر مشرکین و اینها، همه این ترتیب در قرآن کریم، ترتیبی که الله متعال قرار داده، هیچ کدوم خالی از حکمت نیست. علاوه بر این که ما این تعبیر به این خاطر نیست که در پایان سوره مبارکه 8 است. ما وقتی که درباره عالم الغیب و شهادت صحبت می‌کنیم اسم العلیم رو هم در داخلش هست. درست. ما وقتی که در عالم الغیب و شهادت صحبت می‌کنیم ضمناً داریم درباره اسم العلیم صحبت می‌کنیم و اسم العلیم در بسیاری از آیات کلام الله مجید ذکر شده. کلمه العلیم که ما می‌بینیم که الله متعال در بسیار از آیات کلمه العلیم رو برای خود استفاده می‌کنه و عالم هم خب به هر حال می‌دونیم که عالم هم عالم و علیم همشون از یک مصدر هستن و از یک ریشه علم گرفته شدن که حالا العلیم صیغه مبالغه است و اسم مبالغه است و عالم اسم فاعل هست که درباره ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. مهم این است که ما در گزینش‌ها حالا این آیات رو ما به خاطر این انتخاب کردیم که علاوه بر این که به هر حال مجموعه از آیات هست، آیاتی رو برای ما الله متعال در این پایان سوره مبارکه 8 انتخاب کرده که این آیات گرچه تمام اسماء الله الحسنا نیستن، اما صحبت کردن درباره همین مجموعه هم به تنهایی ما رو بی‌نیاز میکنه از اینکه دیگه بخوایم در تفاصیل بیشتری داخل بشیم و اینها لب لباب هستن، اینها چکیده مهمترین مواردی هستن که ما حتما اینها رو باید حداقل اگر نمیتونیم همه رو بررسی بکنیم اینها رو باید بررسی بکنیم، چون اینها ابعاد مختلفی رو در بر میگیرن که ما بسیار در تقرب به الله تعالی و شناخت الله متعال کمک خواهد کرد ان شاء الله. تشکر، سلامت باشید بیننده‌های عزیز. پس موضوع این قسمت برنامه ما عالم الغیب و شهاده است که در آخرین آیات سوره حشر الله متعال با این اسم خود را برای ما و برای بندگانش معرفی می کند. میشه برای ما عالم الغیب و شهاده را یک معنای سلیس فارسی بکنید، چون فکر میکنم کلی کلمات عربی است. قبل از این که به معنا بپردازیم البته من یک نکته دیگه هم اشاره بکنم که اولین بار نام عالم الغیب و شهاده در سوره مبارکه 8 ذکر نمیشه. ما این تعبیر عالم الغیب و شهاده رو 10 بار در قرآن کریم داریم با همین تعبیر عالم الغیب و شهاده. با همین تعبیر 10 بار در قرآن کریم در جاهای مختلف قرآن کریم ذکر شده، در سوره های مختلف ذکر شده. ما در سوره مبارکه انعام داریم این تعبیر رو، ما در سوره رعد داریم این تعبیر رو، ما در سوره مبارکه سجده داریم این تعبیر رو، در سوره مبارکه 8 داریم این تعبیر رو، در سوره جمعه داریم این تعبیر رو و سوره های مختلف ما می‌بینیم که در سوره توبه داریم این تعبیر رو، 2-3 بار در سوره توبه این تعبیر رو ما داریم و اینکه در سوره 8 هم اولین بار در سوره 8 نیست، یعنی در جاهای مختلف قرآن 10 بار خود این تعبیر با عین همین تعبیر عالم الغیب و شهاده با همین تعبیر ذکر شده. درست. علاوه بر این که خواهش می‌کنم، علاوه بر این که ما کلمه عالم الغیب و شهاده رو مفهومش رو هم در آیات فراوان دیگری داریم. علاوه بر این که 10 بار اینجا خود تعبیر عیناً عالم الغیب و شهاده ذکر میشه، اما موضوع علم الله تعالی، وسعت علم الله تعالی و علم غیب الله تعالی که بیشتر مفهوم این آیه است در آیات فراوان دیگری ذکر میشه که
اونها هم به هر حال در این ذکر میشن. اما درست. خود معنی عالم الغیب و شهاده تحت لفظی اگر بخوایم معنی بکنیم، عالم، خب ما در فارسی هم عالم استفاده میکنیم، یعنی هر سه این کلمات رو ما در فارسی استفاده میکنیم، مخصوصا دو کلمه اول. درست. عالم به معنای همون عالم فارسی است. وقتی میگیم عالم، کسی که علم داره، دانشمند، آگاه، درست. با خبر، صاحب علم. عالم اسم فاعل هست، کسی که علم داره بهش میگن عالم. درست. عالم الغیب، غیب حالا در تفاصیلش باز داخل خواهیم شد بیشتر جزئیاتش. در فارسی ساده تر عالم غیب، عالم آنچه که پنهان است. غیب به چیزی که پنهان است ما در فارسی بهش میگیم غیب. درست. و در عربی باز معنی وسیع تری داره. عالم الغیب و شهاده. شهاده ما در فارسی کلمه شهادت رو استفاده میکنیم، اما اصلش همین کلمه هست. باز شهادت ما در فارسی گرچه در کتابتش مقداری فرق میکنه، اما شهادت نقطه مقابل غیب است و به معنای آشکار، به معنای آنچه که واضح هست. عالم الغیب و شهاده معنی تحت لفظی اگر بخوایم بکنیم به زبان فارسی خودمون ساده، این اسم الله متعال معناش این است که عالم به هر آن چیزی که پنهان است و هر آن چیزی که آشکار است. درست. این معنی تحت لفظی برای کلمه و معادل فارسی کلمه عالم الغیب و شهاده هست در میزان لغت، چون اصل مفهوم این اسم رو نیاز به شرح داریم، نمیتونیم ما در 3 تا کلمه بگنجانیم. حتی در خود عربیش هم عالم الغیب و شهاده رو ما به سادگی نمیتونیم بفهمیم مگر اینکه بیایم و در توضیحاتش داخل بشیم و ببینیم که مراد از علم غیب چی هست، مراد از علم شهادت چی هست. و وقتی که الله متعال در قرآن کریم سخن میگه از غیب و شهادت و اختصاص میده علم اینها رو برای خودش در بسیاری از آیات به صورت اختصاصی برای الله متعال ذکر میشه، مقصود چیست، مراد چیست؟ عالم الغیب و شهاده یعنی کسی که آگاه است به غیب و کسی که آگاه است به آشکار، یعنی خلاصش رو بخوایم بگیم کسی که به نهان و آشکار همه چیز آگاه است. این معنای لغوی عالم الغیب و شهادت است. بسیار خوب. پس معنای غیب مخفی یا مخالف آشکار، ضد لفظ آشکار غیب، چیزی که مخفی است از چشم ما و ما نمیبینیم را غیب میگن، درست است؟ غیب حالا اگر در خود غیب در جزئیاتش بخوام وارد بشیم که در قرآن کریم حالا چه غیب به چه معنی استفاده شده، ما کلمه غیب رو در ابتدای قرآن کریم داریم، در ابتدای سوره مبارکه بقره داریم. درست. از صفات مؤمنین که این هست که الذین یؤمنون بالغیب، اولین صفتی که الله متعال ذکر میکنه برای متقین در ابتدای قرآن که الله متعال در ابتدای سوره مبارکه بقره میفهمد که این کتاب بعد از الف لام میم که این کتاب هدایتی است، شک در این نیست و هدایتی است برای متقین. الذین یؤمنون بالغیب، متقین کسانی هستند که ایمان به غیب دارن. ایمان به غیب، غیب در معنای دقیق ترش اگر بخوایم وارد بشیم در عربی هم غیب، ما در فارسی هم غیب رو استفاده میکنیم، در عربی هم همون غیب استفاده میشه به خاطر تقارب لغت فارسی و عربی، چون نزدیکترین زبان به عربی فارسی است و میتونیم بگیم حتی فرزند عربی است لغت فارسی. غیب به آن چیزی است که پنهان است، دیده نمیشه. آنچه که پنهان است، غائب هم از همین کلمه گرفته میشه. میگه فلانی غایبه. چرا؟ یعنی پنهان از دیده ها، ما نمیبینیمش. اون پنهان، پس میشه غیب. ما در لغت وقتی که صحبت میکنیم از غیب، معنای هر چیزی که پنهان است میشه غیب. اما وقتی که ما در اصطلاح شرعی میایم درباره غیب صحبت میکنیم، معنیش کمی وسیع‌تر از این است. ما در شریعت وقتی که درباره غیب صحبت میکنیم، هر آن چیزی است که ما نمیتونیم ببینیمش، هر آن چیزی که ما قابل رؤیت نیست برای ما، اون غیب است. حالا این اقسامی داره، درست، و انواعی داره. یک مواردی هست که ما اصلا در عالم فراتر از دید انسان هاست. ما انسان هرگز اون رو نمیبینیم، ما اون رو نمیبینیم در این دنیا. با این امکاناتی که ما داریم، با این چشمی که ما داریم، قابل رؤیت نیست برای ما. به مانند ذات الله متعال در دنیا قابل رؤیت نیست. ذات الله متعال، وجود الله متعال برای ما، خود ذات الله متعال برای ما غیبه. ایمان به غیب یکیش ایمان خود الله متعال است، چون ما الله متعال رو در این دنیا نمیبینیم. درست، برای ما غیب است. آثارش وجود داره بدون شک، هر ذره ذره عالم دلیل بر وجود الله تعالی است. بهشت وجود داره اما بهشت رو ما نمیبینیم و چون نمیبینیمش برای ما غیب. دوزخ برای ما غیبه. روز قیامت برای ما غیبه. صحرای محشر و پل صراط برای ما غیبه. برزخ و عالم برزخ برای ما غیبه. اینها جزئی از غیب هستند.
اما حتی در خود عالم هم مواردی هست که به نسبت به ما غیبه. ما الان برای ما غیبه، اما برای گذشتگان ما شاید غیب نبود. به مانند تاریخ گذشته. تاریخ گذشته به نسبت به ما غیب حساب میشه. اون بخشیش که ما از او بی اطلاعیم، اون بخشی رو که ما ندیدیم، برای ما غیبه. الان هم ما در عالم خودمون در حال حاضر هم مواردی هست که برای ما غیبه. وجود جن برای ما غیبه، برای ما انسان ها غیبه. ما جن ها رو نمیبینیم. جن برای ما یک عالم غیبه هست. عالم جن که وجود داره، ما بهش اعتقاد داریم. الله تعالی سوره‌ای به نام جن در قرآن داره، اما ما نمیبینیم اونها رو. پس اونها به نسبت ما غیبن. اما ایمان داریم بهش. ایمان به غیب داریم، نه ایمان به وجود جن داریم. چرا ایمان داریم؟ چون الله متعال گفته هستن. چون هستن، الله متعال فرموده هستن، ما بهش ایمان داریم. نادیده ایمان داریم، ایمان به غیب داریم. اما وجود جن نسبت به خودشون غیب نیست. این غیب های نسبی. ما یه غیب مطلق داریم، یه غیب نسبی داریم. این غیب نسبت به ما غیبه، اما نسبت به خود جن دیگه غیب نیست. جن برای خودش که غیب نیست. جن نسبت به جن غیب نیست. نسبت به انسان غیبه، اما نسبت به جن غیب نیست. و مواردی از غیب هست که در آینده اتفاق میفته. ما از گذشته گفتیم مواردی از گذشته غیبن که به تاریخ گذشته برمیگرده. ما در گذشته وقتی که نگاه میکنیم، در گذشته مواردی هستن که اونها رو ما بهش میگیم غیب. و ما دلیل این چی است که گذشته رو غیب میگه الله متعال؟ ما در گذشته غیب داریم. الله متعال وقتی که درباره تاریخ گذشته برای ما صحبت میکنه، از تاریخ گذشته به عنوان مثال درباره یوسف علیه السلام که صحبت میکنه، درباره مریم علیها السلام صحبت میکنه، درباره تاریخ گذشته صحبت میکنه، درباره آنچه که اتفاق افتاد از کشتی نوح علیه السلام وقتی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم صحبت میکنه، میفهمد ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک یا تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. اینها از اخبار غیبن که ما به تو داریم میگیم ای رسول ما. داستان نوح علیه السلام برای رسول صلی الله علیه و سلم غیبه، چون ندیده، چون اتفاق نیفتاده. داستان مریم را الله متعال میفهمد و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. تو نبودی پیش اونها وقتی که اونها درباره اینکه کفالت مریم رو کی به عهده بگیره با هم داشتن قرعه کشی میکردن. اما الله متعال اینها رو بیان کرد. این نسبت به گذشته غیب بود. پس اخبار گذشته نوعی از غیبه. آنچه که حال اتفاق میفته و ما نمیبینیم اینها غیبن. و در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد اینها هم بخشی از غیبه، بخشی از اخباری که در آینده اتفاق میفته. که گفتیم بهشت، دوزخ. بهشت الان وجود داره، الان هم غیبه. آیندهش هم که ما در بهشت خواهیم رفت و این زندگی رو خواهیم کرد، اینها هم جزء غیبه. حتی اتفاقات و حوادثی که قرار در دنیای ما الان اتفاق میفته، این بخشی از غیبه. و ما در قرآن کریم داشتیم مثلا الله متعال آمد وقتی که رومیان شکست خوردن در سوره روم، فرمود الف لام میم غلبت الروم. روم غالب شدن، شکست خوردن، مغلوب شدن. رومی ها مغلوب شدن و شکست خوردن. فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. و اونها در اون منطقه‌ای که الان شکست خوردن در این نزدیکی ها، بعد از او، بعد در خلال چند سال پیش رو، اونها دوباره بر امپراتوری ایران غالب خواهند شد. و این اتفاق سالها بعدش اتفاق افتاد. وقتی این آیه نازل شد هنوز این حکایت غیب بود. این حکایت از اخبار از آینده بود. اخبار از آینده غیبه. پس ما یک غیب گذشته داریم، یک غیب حال داریم، یک غیب آینده داریم که همه اینها غیبن. آنچه که دیده نمیشه ما بهش میگیم غیب. آنچه که قابل رؤیت نیست برای ما بهش میگیم غیب. این معنای عالم غیبه. ما وقتی که از عالم غیب صحبت میکنیم به این معناست. در کنارش یک عالم دیگه داریم که بهش میگیم عالم شهادت. عالم الغیب و شهادت. اینجا کلمه شهادت هم ذکر شده. شهادت ما در فارسی هم استفاده میکنیم. فلانی شهادت میده. کی شاهده؟ فلانی شاهده، شهادت میده. شاهد، شهادت، مشاهده، اینها همه از یک مصدرن، همه از شهیده گرفته میشن در عربی. عربی و فارسیش دقیقاً در این معنی یک استفاده میشه. فلانی شاهد ماجرا بود. شاهد بود یعنی چی شاهد بود؟ فلانی شهادت میده. کی باید شهادت بده؟ کسی که شاهد بوده باید شهادت بده. کسی که شاهد نبوده نمیتونه شهادت بده. نه، ما میگیم آقا در دادگاه فلانی میاد شهادت میده. یعنی چی شهادت میده؟ یعنی شاهد است. یعنی چی شاهده؟ یعنی مشاهده کرده. چی رو مشاهده کرده؟ آنچه که درباره اون ما داریم صحبت میکنیم.
ما وقتی درباره شهادت صحبت میکنیم، هر آن چیزی که مد نظر ماست و ما او رو میبینیم در همون لحظه‌ای که ما به اون نیاز داریم، این در اون لحظه خیلی مهمه. روی این ما تاکید میکنم که چون در این باب با صحبت زیاد داریم. مشاهده یک امری که مطلوب است، مشاهده یک شیء مطلوب در همان لحظه‌ای که مطلوب است، در همون زمان، در همون وقت، در همون مکان، این رو ما بهش میگیم شهادت. این خیلی مهم. شهادت چی است؟ شهادت از دیدن، مشاهده است. مشاهده در فارسی من دیدن. شهادت یعنی دیدن. وقتی میگیم که شهادت، عالم شهادت، گفتیم عالم غیب آن چیزی است که ما نمیبینیم. درسته؟ عالم شهادت اون عالمی است که ما داریم میبینیم. یعنی چی ما داریم میبینیم؟ عالم شهادت هم اینجوری نیست که هر چیزی که من میبینم ظاهرش واقعیتش، اون چیزی که من نیاز دارم ببینم، آنچه که مراد دیدن هست، مطلوب هست، در همون لحظه‌ای که مطلوب هست اگر دیده شد، اینو میگیم شهادت. همینه که مثلا متهم میاد شهادت میده که من دیدم. چی دیدی؟ من دیدم که در اون لحظه این اتفاق افتاد. در همون لحظه شاهد همون امر مطلوب است. اون امر مطلوب رو شهادت میده. پس چون در همون لحظه امری که مورد تقاضای ماست، مطلوب ماست رو شاهد بوده و دیده، اینو بهش میگیم شاهد. مشاهدهش قبوله و شهادت میده. ما وقتی درباره عالم شهادت صحبت میکنیم، یعنی اینکه آنچه که قابل رؤیت هست. ما خیلی چیزها رو میبینیم. من شما رو دارم میبینم. این عالم شهادته. شما دارید منو میبینید. این عالم شهادته. بینندگان ما رو دارن میبینن. این دارن ما رو میبینن، اما دیدها فرق میکنه. الان روی این مسئله که آیا ما وقتی که از شهادت صحبت میکنیم، آیا هر رؤیتی شهادت هست یا نه، این موضوع بسیار مهم است. الله متعال میفهمد من عالم به غیبم و عالم به شهادتم. بله. علم الله تعالی به حدی زیاده که عالم غیبه. یعنی چی؟ یعنی هر اون چیزی رو که ما خبر نداریم الله تعالی خبر داره. برای الله تعالی تاریخ دیگه تاریخ مثل ما غیب نیست. برای او تاریخ نیست. همه چی واضحه. برای او همه چی اصلا کل خودش خالق همه این اتفاقاته، خالق اون وقایع هست و لحظه اونها رو خبر داره. بلکه در زمان همونها هم چیزهای غیب بود که الله تعالی خبر داره. حالا خود واقعی به جای خودش، خود همونها هم مثلا کسی در ذهنش فکری میکرد، تصوری داشت، باوری داشت که اصلا دوربریا خبر نداشتن، الله متعال خبر داشت. همون گونه که الان این گونه است، انه علیم بذات الصدور. الله تعالی عالم به ذات صدور است. خواهش. الان هم ما در الله متعال آنچه که گذشته اتفاق افتاده ذره ذره او رو میداند. اگر مقداری در این تمرکز بکنیم، عالم الغیب، همین کلمه عالم الغیب، حالا به شهادتش باز میرسیم که چرا الله متعال، حکمت چی بود که الله متعال شهادت رو هم ذکر کرد. بله. در حالی که خب حالا غیبش تا حدودی مثلا میگیم غیب بر ما غیب است، شهادت رو که خب ما هم شاید ادعا بکنیم که شهادت رو که ما میبینیم دیگه، حالا چه نیازی بود که الله متعال شهادت رو ذکر بکنه. در خود عالم الغیب، علم غیب الله متعال، وقتی میگیم علم غیب، مثلا تاریخ، از روزی که الله متعال آدم علیه السلام رو خلق کرد و مادر ما حوا خلق شد تا امروز ما، میلیاردها نفر روی این کره زمین آمدن زندگی کردن و رفتن. میلیاردها ذات، شخص، جسم با صفات و ویژگی های خاص خودش. میلیاردها انسان که سالهای سال، مثلا خود آدم علیه السلام گفته میشه 900 سال عمر کرد، نوح علیه السلام رو الله متعال میفهمد 1000 سال عمر کرد و عمرهایی که چند صد سال بودن. لحظه به لحظه این عمر انسان فکر میکنه. ما الان نشستیم داریم غذا میخوریم، داریم فکر میکنیم، داریم این ور میریم فکر میکنیم، اون ور میریم فکر میکنیم، این ور میریم فکر میکنیم. تمام این فکرهای ما رو الله تعالی میدونه. لحظه به لحظه یک انسان چقدر فکر میکنه از اول عمر تا آخر عمرش. خود اینها رو، همه اینها رو الله متعال ذره ذره اینها رو میداند. علاوه بر این الله متعال، شما فکر کنید تمام ویژگی های این شخص رو، این اشخاصی رو که خلق کرده
تمام بیماری های اینها، احساسات اینها، عواطف اینها، رابطه اینها با اقوامشون، رابطه اینها با فامیلاشون، درگیری هاشون، صحبت هاشون، گفتگوهاشون، نقشه هاشون، چی میخوردن، چطور میخوردن، اونی که میخوردن چطور بود، چند گرم بود، چطور مزه داشت، نمکش چطور بود، چطور نبود، کجا رفتن، کجا نیومدن، همه اینها رو، تمام آنچه که در تاریخ بشر اتفاق افتاده برای الله تعالی واضح است. ما اولین مخلوقات الله متعال نیستیم. ما انسان‌هایی که الان روی کره زمین زندگی می‌کنیم اولین انسان‌هایی نیستیم که الله متعال خلق کرده. الله متعال فقط خالق ما نیست و مالک ما نیست. الله متعال قبل از ما میلیاردها انسان دیگه داشته، میلیاردها موجود دیگه داشته، میلیاردها حیوان، پرنده، درنده، چرنده، درخت، ذره ذره رفته. آیه 59 سوره انعام میفهمد و عنده مفاتح الغیب، و نزد الله تعالی است کلیدهای خزانه های غیب. الله متعال غیب رو به گنج‌های تعبیر میکنه که کلیدهایی داره، مفاتیح الغیب. این کلیدها فقط دست الله تعالی است. و عنده، ببینید و عنده اینجا خود کلمه عنده وقتی که مقدم شده بر مفاتیح الغیب، تعبیر در اصلش اینه و مفاتیح الغیب عنده. اصل تعبیر نحویش اینطوریه، ترتیبش باید اینطوری باشه. وقتی که مقدم میشه عنده بر مفاتیح الغیب، اینجا این تقدیم دلیل بر تخصیصه، یعنی فقط نزد الله تعالی است. مثل ایاک نعبد، نگفتیم نعبدک. نعبدک هم همون معنای تو را میپرستیم معنا میده، اما وقتی میگیم ایاک یعنی فقط انحصار میشه بر الله تعالی. و عنده مفاتیح الغیب ترجمهش این میشه که فقط نزد الله تعالی است کلیدهای غیب و خزانه‌های غیب. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. غیب رو الله تعالی فقط خودشه که میدانه و غیر از او کسی نمیدانه. و الان در تفاصیلش بعضیاشو که الله متعال ذکر میکنه تا ما بفهمیم حجم این علم غیب الله متعال رو. و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر. هر آن چیزی که در خشکی زندگی میکنه، خلاصش، و هر آن چیزی که در دریا زندگی میکنه. خود عالم دریا میلیاردها موجود زنده در دریا زندگی میکنه که تمام تفاصیل اینها رو الله تعالی میدونه. و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. و هیچ برگی از درختی نمیافته مگر این که الله تعالی میداند. میداند یعنی چی؟ الله تعالی یک روزانه الان در یک جنگلی وقتی انسان در فصل پاییز خزان وقتی که میره میبینه چقدر برگ در حال ریختن هست، در یک لحظه میلیون ها برگ داره میریزه در یک جنگل، چه برسه که در کل زمین، چه برسه که در یک سال، چه برسه که در طول تاریخ کره زمین اگر میلیون ها سالش حساب بکنیم. الله متعال تمام این برگ هایی رو که میفته یکی یکی میدونه که الان با چه سرعتی حرکت میکنه، با چه شکلی حرکت میکنه، موج سقوطش، رنگش، شکلش، اندازش، وزنش، گرمش، اون نقش و نگار روش. همین اگه بخوایم فکر بکنیم انسان میمونه که این علم چه علمی است. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض. یک دانه در تاریکی های عمق زمین، ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب، و هیچ تری ولا یابس و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب مبین نزد الله متعال ثبت است. الله متعال با آنچه که گذشته بوده غیب اطلاع کامل داره، گذشته رو میدونه، حال ما رو، اون چیزی که ما خبر نداریم. عالم غیب شاید از عالم شهادت خیلی عظیم‌تره. عالم غیب نیست اما آثارش هست. ما برق رو نمیبینیم اما آثارش رو میبینیم. نمیتونیم این کار بکنیم که چون ما نمیبینیم برق رو بس برق نیست. عالم غیب آثارش وجود داره، آثارش ما داریم میبینیم. الله متعال وقتی که میبینیم جن و خیلی از موارد مثل این. عالم غیب اگر بیشتر از عالم شهادت نباشه کمتر از عالم شهادت نیست. الان خصوص که خیلی از عالم شهادت هم به نسبت به ما عالم غیب باز، مثل گفتیم تاریخ گذشتگان، تاریخ آیندگان، عالم جن. الله متعال میفهمه من عالم غیبم و عالم شهادت هم هستم. حالا اینش عجیبه. عالم غیب رو که میگیم خب الله متعال هر آن چیزی که از ما انسان ها مخفی است، ما انسان ها چی رو خبر داریم؟ ما انسان ها فقط اون چیزی رو خبر داریم که چشم ما میبینه، گوش ما میشنوه، زبان ما او رو درک میکنه، همین
حس هایی که ما داریم. حس بویایی هست، بینایی هست، شنوایی هست، چشایی هست و لامسه هست. ما فقط چیزهایی رو درک میکنیم که حواس پنجگانه ما درک میکنن. همین حواس هر چی که اینها درک کردن ما بر اساس این میسنجیم. بو رو ما با آنچه که در بینی ما قبلا فهمیدیم احساس میکنیم. مزه ها رو با توجه مزه فلان میوه چطوریه، نزدیک به سیبه، نزدیک مزهش به خربزه، ما درک میکنیم. اما اگر خربزه نخورده باشه که چطور درک میکنه؟ ما رنگ فلانی به فلان رنگ شبیه، چون قبلا رنگ رو دیدیم تشخیص میدیم. بوش شبیه بوی چیه؟ مثلا لمس میکنیم پوستش سفت بود، سخت بود، نرم بود، خیلی مثل پنبه بود، مثل چوب سفت بود. اینا رو ما احساس میکنیم. ما عالم شهادت برای ما آن چیزی است که احساس کردیم، همین حواس پنجگانه است و میبینیم. درست. الله متعال آنچه که نمیبینیم میشه عالم غیب. الله متعال میگه غیب که مال منی چی؟ شهادت مال من. بسیار خوب، اجازه بدید خواهش میکنم. بریم با سراغ یک برنامه کوتاه. عالم غیب را هم الله میداند و عالم شهادت را هم میداند. خب شهادت را گفتیم که ما هم میدانیم. وقتی که الله بر بالای ما منت میگذارد که من عالم غیب هم یا علم غیب نزد من هست، بعد از اون میگوید شهادت را هم میدانم. خب این جای سوال است. جای سوال است، واقعا جای سوال است که اینجا مدح هست در حالی که شهادت رو ما هم ادعا میکنیم که شهادت رو داریم میبینیم. بله. اجازه بدیم بریم با سراغ یک برنامه. بنده های عزیز میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم. با ما باشید. لديه لنا الكثير من الحكايا تحدثنا عن الأمم الخوالي. أرسل الله تعالى هارون وموسى إلى فرعون وأوصاهما فقال جل وعلا: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا تنيا، لا تقصرا في ذكري ولا تقللا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قوة القلب وطمأنينة النفس كلما زاد الذكر زادت معها قوة القلب وإقباله وجرأته. قد عاش الحوادث والقضايا وكل زال وهو إلى زوال. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني. بله بنده های عزیز، موضوع این قسمت از برنامه های زلال ایمان هست، عالم الغیب و شهاده. استاد سلیمانی عزیز در مورد غیب و اقسام غیب و نسبی بودن غیب برای انسان ها صحبت های داشتن. البته در این آیه گفتن که همراه این که الله متعال عالم غیب هست، عالم شهادت هم هست. شهادت چیزی گفتن که آشکار باشه، ما میبینیم، هر چیزی که من میبینم برای من آشکار هست، یعنی شهادت است برای من. برای جناب استاد سلیمانی عزیز همچنانی که شما چیزهایی را که مشاهده میکنین این برای شما حاضر است و آشکار هست و شهادت هست. پس سوال اینجاست که وقتی که الله متعال غیب را میداند و با علم غیب یا با دانستن علم غیب خود را برای ما معرفی میکند که یعنی ذات بزرگی هست که غیب را میداند و مستحق عبادت هم او ذات هست، همراه این میگوید که عالم شهاده هم هست. خب اینجا واقعا جای مد هست چیزی را که دیگران هم بدانن، یا کسی بگوید که من فلان چیز را میدانم، یعنی دیگران هم میدانن. امتیازی در کجاست اینجا یا میزه در کجاست؟ ما در ابتدای صحبت اشاره کردیم که شهادت وقتی گفته میشه شهادت که ما در یک شیئی رو ببینیم و رؤیت بکنیم آنچه که مطلوب است در همون لحظه‌ای که مطلوب است
و همین خاطر شاهد رو ما در دادگاه میگیم فلانی شاهد ماجراست و میتونه شهادت بده، چون که درست. آن قضیه مورد نظر ما رو در همون لحظه‌ای که مورد نظر ما بوده و اتفاق افتاده با چشم سر دیده و رؤیت کرده بله. و همین خاطر ما بگیم که این شاهد ماجراست. اما آیا ما آنچه رو که میبینیم در عالم، آیا واقعا آنچه رو که میبینیم در همون لحظه‌ای که اتفاق افتاده، در همان حال، در حاضر آن اتفاق میبینیم؟ این سواله. اصلا ما در واقع شیئی به اسم حاضر، ما میگیم گذشته، حال، آینده. بله. ما در جزئیات وقتی داخل بشیم، این در لغت، در کلام، در گفتار صادق است، جور در میاد، اما در واقع چیزی به اسم حال وجود نداره، چون دنیا همیشه در حال گذر هست و هیچ چیزی ثابت نیست. یک مثال، ما الان مثلا این صدایی که از دهان من خارج میشه همین الان که میگم الان، این تا خارج بشه به گوش شما برسه، گوش شما وقتی که میرسه دیگه الان نیست، ماضی شد، گذشت، برای شما الان نیست. چرا که صدای من رو اون لحظه‌ای که من گفتم نشنیدید، ولو اینکه با فاصله کم شنیدید، بله. ولو اینکه با چند ثانیه تأخیر، دیگه الان نیست. هر آن چیزی که برای ما اتفاق میفته، اصلا آیا ما عالم شهادتیم؟ آنچه که ما میبینیم شهادت است، شاهد عینی هستیم، حال رو داریم میبینیم، یا نه همه اینا برای ما گذشته است؟ مثلا ما خورشید رو داریم میبینیم، لحظه‌ای که طلوع میکنه یا غروب میکنه، اون صحنه‌های دلانگیز، قشنگ، زیبای طلوع خورشید یا غروب دلانگیز و غم انگیز خورشید رو مشاهده میکنیم. ما داریم میبینیم که خورشید آمد بالا. آیا این تصویری که ما الان از خورشید میبینیم تصویر همین الان خورشید هست که ما بتونیم بگیم ما شاهد خورشید هستیم، ما شهادت داریم، الان ما علم شهادت است و همین الان داریم میبینیم؟ نه. بین ما تا خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله است و نور خورشید میدونیم که تا وقتی که از خود خورشید، شعاع خورشید به ما برسه 8 دقیقه طول میکشه. یعنی آنچه که ما از خورشید داریم میبینیم مال 8 دقیقه پیش خورشیده و آن مکانی که ما از خورشید در آسمان داریم میبینیم هم مکان 8 دقیقه پیش خورشید است، نه مکان فعلی خورشید. یعنی 2 تا 4 تا علم نجوم است. این حساب کتاب خود علوم فعلی ماست، علمای ستاره شناسی و منجمین. این یک جز بدیهیات و ابجدیات علم نجومه. کسی در این فکر نمی‌کنه با من بحثی داشته باشه که ما آنچه که از خورشید الان داریم میبینیم، هر کسی که خورشید رو داره نگاه میکنه، هیچ انسانی روی زمین قادر نیست خورشید رو پخش زنده ببینه. با 8 دقیقه تأخیر میبینه، حداقل با 8 دقیقه تأخیر میبینه. چرا؟ چون نور خورشید تا به ما برسه دور میکشه 8 دقیقه و آنچه که ما الان میبینیم 8 دقیقه پیش حرکت کرد، الان به ما رسید، ما داریم میبینیم. این مال 8 دقیقه پیشه، نه جای خورشید که الان در آسمان هست. این جایی است که فعلا اونی که ما میبینیم جای فعلیش نیست، جای 8 دقیقه پیش بود که تازه به ما رسیده. اگر بخوایم یکم بریم دورتر، مثلا نگاه بکنیم به مشتری که خب یکی از ستاره های بزرگ منظومه شمسی هست، یک غولی هست هزاران برابر زمین. مشتری با ما 4.5 ساعت نوری فاصله داره و بالای 500 میلیون کیلومتر با ما فاصله داره. فاصلهش تا خورشید خیلی بیشتر هم هست. الان 450 میلیون مایل با ما فاصله داره. 450 میلیون کیلومتر، مایل که بیشتر از کیلومتر است، بین ما و مشتری فاصله است. 4.5 ساعت حدوداً خورشیدی. یعنی اگر نور با سرعت خودش در ثانیه حرکت بکنه 4.5 ساعت بعد ما میرسه. ما الان وقتی که مشتری رو نگاه بکنیم با تلسکوپ میبینیم. من الان میخوام ادعا میکنم من شهادت رو دارم میبینم دیگه. من الان به صورت زنده با تلسکوپی صاف نگاه بکنم به صورت مشتری و داخل مشتری رو ببینم که میتونم تصاویرش رو ببینم، با امکانات امروزی به راحتی میشه دید. این تصویری که ما میبینم مال 4.5 ساعت پیشه. این تصویری که من الان میبینم مال 4.5 ساعت پیشه و مکانی که الان من دارم میبینم از مشتری مال 4.5 ساعت پیشه، چون مشتری داره حرکت میکنه در مدار خودش. این مدار فعلیش نیست. یک کمی اگر اون برتر بریم در ستاره ها و سیاره هایی که چند سال با ما فاصله دارن، مثلا اولین همسایه خورشیدی ما که نزدیکترین 4.5 سال نوری با ما فاصله داره، 4.5 سال نوری با ما فاصله داره، ما اگر نگاه بکنیم تصویری که از اون میبینیم مال 4.5 سال پیششه. 4.5 سال پیشه که ما داریم میبینیم. مثال رو ساده تر بکنیم، الان اگر بین ما و مشتری کسی بره روی کره مشتری بتونیم هم ارتباط برقرار بکنیم به صورت وای فای، این موبایلی که ما داریم، یک موبایل اینجا باشه یک موبایل اینجا باشه، ما از اینجا سلام بکنیم، سلام ما رو چند دقیقه بعد میشنوه اونجا کسی که در مشتری است،
4.5 ساعت بعد صدای ما به اون میرسه. ما بگیم سلام، اون 4.5 ساعت بعد سلام ما رو در مشتری میشنوه. بعد اونم بخواد بگه و علیکم السلام، تا و علیکم السلامش به ما برسه 4.5 ساعت بعد به ما میرسه. یعنی 10 ساعت طول میکشه تا ما سلام و علیکم السلام اون رد و بدل بشه بین ما و مشتری. این کجاش مشاهده است؟ به اون معنایی که ما شاهد عینی باشیم. هر آن چیزی که از ستارگان ما در آسمان داریم میبینیم تصویر فعلی اونها نیست، مشاهده حالت الان اونها نیست. ما تصویر پخش زنده نمیبینیم، ما با تأخیر داریم میبینیم. الان بیننده خود ما وقتی که تصویر ما شما رو دارن میبینن، ما میگیم زنده است برنامه، اما 8 ثانیه تأخیر داره تصویر. اون چیزی که بیننده داره میشنوه ما 8 ثانیه قبلش تو استودیو گفتیم. به همین خاطر ما همیشه مشکل با بیننده ها داریم که وقتی تماس تلفنی زنگ میزنن، چون تماس مستقیم وصل میشه به استودیو، اون لحظه آنی هست. تصویر 8 ثانیه بعد میرسه، میگن آقا با کی دیگه داره حرف میزنه رو آنتن. چون تا تصویر بره روی ماهواره، از ماهواره پخش بشه بیاد پایین 7-8 ثانیه طول میکشه. پس ما هم وقتی که داریم ادعا میکنیم عالم به شهادت هستیم، اصلا عالم به شهادت نیستیم. کی گفته ما عالم به شهادتیم؟ آنچه که ما داریم میبینیم همش مال تأخیره. ولی الله متعال اینطور نیست. برای الله متعال دیگه نور خورشید 8 دقیقه بعد نمیرسه. برای الله متعال تصویر مشتری تصویر 4.5 ساعت قبلش نیست. برای الله متعال تصویر ستاره هایی که چند میلیون سال نوری با زمین فاصله دارند، ما الان اگر بگیم فلان ستاره مثلا 1 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، معناش اینه که تصویری که ما الان از اون ستاره میبینیم مال 1 میلیون سال پیشه. شاید الان اون ستاره اصلا وجود نداشته باشه و در اون ستاره‌ای که 1 میلیون سال پیش، اون سیاره‌ای که 1 میلیون سال نوری با ما فاصله داره، اگر ما توانایی داشته باشیم بریم آنجا و از اونجا به زمین نگاه بکنیم با سرعت، اگر اونجا می بودیم به زمین نگاه می‌کردیم، تصویر 1 میلیون سال پیش زمین رو می‌دیدیم. این کمی مباحثی است که در علم فیزیک، در علم شیمی مطرح می‌کنیم. اگر ما بتونیم الان در ستاره‌ای باشیم که 1500 سال نوری با ما فاصله دارد، الان در اون ستاره یا سیاره می بودیم، میتونستیم تصاویر زمین رو در صدر اسلام مشاهده بکنیم. یک دوربینی میانداختیم در مدینه منوره، یک دوربین تلسکوپ قوی، تصاویر 1500 سال پیش، چون الان اونجا میرسه دیگه. وقتی 1500 سال نوری با ما فاصله داره، یعنی تصاویر 1500 سال پیش الان به اونها میرسه. 1500 سال عقب است. تصویر 1500 سال طول میکشه تا به اونها برسه. مثلا اینه، ما وقتی میگیم سال نوری، یعنی نور با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه اگر حرکت بکنه 1 سال بعد به اونها میرسه. اینو ما بهش میگیم سال نوری که میلیارد کیلومتر میشه هر سال نوری. بیش از میلیارد کیلومتر اگر حساب بکنیم، هر ثانیه 300,000 کیلومتر حساب بکنیم، 1 سال چند ثانیه میشه؟ انقدر مسافت طی میکنه نور. ما وقتی میگیم 8 دقیقه بین ما و خورشید فاصله است، چون نور از خورشید حرکت بکنه تا به ما برسه به آن سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه، 8 دقیقه بعد به ما میرسه به خاطر بعد مسافت. پس تصویری هم که به ما میرسه مال 8 دقیقه پیشه. وقتی میگیم 1 سال نوری فاصله داره، یعنی این تصویر 1 سال پیش حرکت کرده، الان به چشم ما رسیده. این تصاویر 1 سال پیش ما داریم میبینیم. وقتی میگیم مثلا فلان ستاره با ما 1500 سال نوری فاصله داره، یعنی تصویری که ما از اون الان داریم میبینیم مال 1500 سال پیششه، نه الانه. شاید الان وجود نداشته باشه، از بین رفته باشه اصلا. و اگر در اون ستاره کسی و اون سیاره به زمین نگاه بکنه، تصاویر 1500 سال پیش زمین رو میبینه، یعنی زمان ابتدای اسلام رو داره میبینه. اینها در حالتی است که ما توانایی اینو داشته باشیم که اونجا بریم، ولی این یک واقعیت علمی است. درست. این یک پدیده علمی است، این یک واقعیت موجوده. پس وقتی که ما میگیم عالم الغیب، الله تعالی عالم به غیب است، یعنی هر آن چیزی که اتفاق نیفتاده، اون چه که اتفاق افتاده، اون چه که گذشته اتفاق افتاده، آنچه که آینده اتفاق خواهد افتاد و آنچه که فعلا هست، همه رو الله تعالی میدونه که چی. آنچه که فعلا ما احساس میکنیم داریم میبینیم رو هم الله تعالی درستش رو میبینه، اصلش رو میبینه. من وقتی که نگاه میکنم به خورشید 8 دقیقه پیشش رو میبینم، اما الله تعالی همون لحظه خورشید رو خبر داره. من وقتی به مشتری نگاه میکنم 4.5 ساعت پیشش رو میبینم، الله تعالی همون لحظه مشتری رو داره میبینه. من وقتی به ستاره‌ای که 1000 سال نوری با من فاصله داره نگاه میکنم با تلسکوپم، تصویر 1000 سال پیشش رو میبینم. گرچه ظاهرا من دارم میبینم، بله، من ظاهرا برای من مشاهده است. آقا داره تلسکوپ گذاشتن با آسمان، ستاره همین داره چشمک میزنه، ستاره داره چشمک میزنه، داره میبینیم، ستاره داره میبینیم. اما این تصویری که ما از اون میبینیم مال چه کی هست؟ مالش 1000 سال پیش است، 500 سال پیش است، مال فعلا نیست. این که الله متعال میفهمد من عالم غیب هستم و شهادت، خود همین شهادتش هم کمتر از غیب نیست اینجا.
چون شهادت به نسبت به ما فکر میکنیم شهادت میبینیم. هیچ انسانی، تمام انسانهای روی زمین با تمام امکانات جمع بشن نمیتونند که عالم به شهادت باشن به معنای درستش. یعنی در همون لحظه هر چیزی رو که اتفاق میفته در عالم جلوی چشمشون قادر باشن ببینن. این که من شما رو دارم هرچی این مسافت الان شما دارید میبینید، بله. همین این دو شما دارید میبینید، من بله. گفتم شما دارید منو میبینید. این هرچی مسافت بیشتر میشه، هرچی مسافت بیشتر میشه این بعد هم بیشتر میشه و هرچی مسافت نزدیکتر میشه این بعد کمتر میشه. ولی با این وجود باز هم شما هم که دارید میبینید، صدای من رو میشنوید، دقیقاً همون لحظه و همون ثانیه و همون صدم ثانیه نمیشنوید و نمیبینید، با تأخیر به شما میرسه. درسته؟ این هرچی مسافت کمتر میشه، گفتیم هرچی مسافت کمتر میشه باز هم این فاصله کمتر میشه. ولی در کل مثال خورشید خیلی مثال واضح تری است. حالا فاصله های نزدیک کمتر خودشون نشون میده، کمی تعیینش سخت‌تر میشه برای ما. اما خیلی عادی خورشید رو نگاه بکنیم مال 8 دقیقه پیشش، ماهو نگاه بکنیم مال چند ثانیه، حداقل چند ثانیه پیشش هست. مال ستاره های هرچی دورتر میره فاصله بیشتر میشه. اینه که الله متعال میاد میگه من نه تنها عالم به غیبم، تمام آنچه که اتفاق افتاده گذشته و آینده و الان و آنچه که نیست اگر بود چگونه خواهد بود. ما وقتی درباره الله متعال علم غیب صحبت میکنیم، علم ما کان آنچه که بوده است، علم ما یکون علم آنچه که خواهد بود، علم ما لم یکن ان کان کیف کان، آنچه که نیست اگر می بود چطور می بود رو الله متعال خبر داره. اینها خاص الله تعالی است. الله متعال میفرماید من عالم الغیب و شهادت هستم. منم که عالم به غیبم و منم عالم به شهادتم. در همون لحظه، در هر لحظه، هر شیئی در عالم چه وضعیتی داره این رو بهش میگیم شهادت. اون رو الله متعال فقط داره میدونه، نه ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم. ما حتی در علم به شهادت هم ما در برابر الله متعال همونقدر که علم به غیبش رو ما در برابر علم به غیب الله متعال ناآگاهیم، در برابر علم به شهادت الله متعال هم همون اندازه ناآگاهیم. تشکر. سلامت باشید. بعد از این فلکیات کمی برگردیم این بسیار خوب. میشه برای ما دلایلی از قرآن کریم برای عالم غیب بودن الله متعال مختصرا اگر به بعضی از آیات اشاره کنین تا مفهوم علم غیب و عالم الغیب بودن الله متعال بیشتر واضح شود؟ وقتی ما صحبت از علم غیب میکنیم گفتیم که یعنی آن قدرت و توانایی که تمام جزئیات، ذره ذره جزئیات با آنچه که تفاصیلی که ذکر شد، از آنچه پنهان و نهان است و آنچه شهادت و آشکار است، با اون تعبیری و تفسیر شرحی که از شهادت داشتیم مراد این است. و این علم خاص الله تعالی است بدون شک. اشاره کردیم با آیه 59 سوره مبارکه انعام که الله تعالی فرمود و عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو. عنده را مقدم دانست تا تخصیص بده که فقط نزد الله تعالی است کلیدهای غیب و جز الله متعال کسی دیگری غیب نمیداند. باز ما در سوره مبارکه نمل داریم آیه 65 الله متعال میفرماید قل ای پیامبر من بگو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. بگو در آسمان ها و در زمین هیچ کسی غیر از الله متعال غیب را، علم غیب را، منظور ما از غیب اینجا علم مطلق غیب است، هیچ کسی غیر از الله متعال این علم رو نداره. این آیه قرآن دیگه. خود الله متعال میفرماید لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. به غیر از الله متعال هیچ کسی در آسمان ها و زمین نمیداند غیب رو، که این غیب بس اشاره به این داره که مختص به چیز به الله متعال است. این کدام غیب است؟ الان شما قبلا گفتین که غیب نسبی هست برای ما انسان ها. یک چیزی برای شما غیب هست برای ما غیب نیست، برای ما غیب است برای شما غیب نیست. آنچه که ما صحبت کردیم الان چون غیب نسبی است به نسبت به انسان ها، آنچه که نزد الله متعال از غیب مطرح میشه همون علم ماکان و ما یکون و ما لم یکون این کان کیف یکون، علم تمام آنچه که در گذشته بوده و اتفاق نیفتاده، علم هر آنچه که در آینده است و هنوز آنچه گذشته بوده و اتفاق افتاده، و علم هر آنچه که در آینده است و اتفاق نیفتاده و اتفاق خواهد افتاد، تمام جزئیاتش. و علم آنچه که نیست اگر می بود چگونه بود، این علم غیب. اما برخی از موارد رو ما خبر داریم. ما مثلا گذشته رو به ما خبر دادن. وقتی گذشته به ما خبر داده میشه دیگه غیب نیست، دیگه غیب نمیشه چون ما خبر شدیم.
به نسبت ما خبر شدیم. این اون معنای علم غیبی که ما صحبت میکنیم. ما وقتی که از علم صحبت میکنیم با اینکه جزئیاتی از غیب، بله جزئیاتی از غیب رو الله متعال در قرآن برای ما گفته، جزئیات رو در قرآن برای ما گفته، جزئیات به انبیاء الهی میگفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم از بهشت برای ما گفته، از تفاسیر بهشت برای ما گفته، از دوزخ برای ما گفته، از تفاسیر دوزخ برای ما گفته. آمده رسول الله صلی الله علیه و سلم از حتی کلام ها و صحبت هایی که در روز قیامت مطرح میشه بین انبیاء الهی و بین مردم برای ما بیان کرده، از تو اهل بهشت برای ما بیان کرده. اینها همه جزء غیب است. درسته، اینا جزء غیب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمود که این اتفاق میفته در قبل از قیامت، این اتفاق میفته، این اتفاق اشراط الساعه، علائم قیامت رو برای ما معرفی کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان حیات خودشون گفتن که فلان کاخهای چیز رو دیدم، کاخهای کسرا رو دیدم، کاخهای یمن رو دیدم، شام رو دیدم. حتی سراق ابن مالک رو وقتی که در مسیر هجرت دنبالشون میومد گفت سراق اون روزی که دستبندهای پادشاه ایران به دستت بشه چه حالتی داری؟ این از آینده خبر دادن بود. اینها بخشی از غیب است که ما در سوره مبارکه جن الله متعال میفرماید که عالم الغیبی، الله متعال عالم غیب است، فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کسی رو به غیبش آگاه نمیکنه الا من ارتضی من رسول، برخی از اون رسولانی که از اونها راضی است، الا اون چیزی که راضی باشه از رسول. برخی از موارد رو با طبیعت حال رسالت که بعضیش معجزه است، به خاطر تأییدی بر رسالت انبیا باشه، معجزه است، خبر دادن از آینده و بعد که این آینده اتفاق میفته، این معجزه است که اتفاق میفته. وقتی که اتفاق افتاد در دل متبعینش ایمان قوی تر میشه، بیشتر میشه. خاص این موارد خاص است. انبیاء الهی برخی از موارد به اونها وحی میشد و اونها آنچه را که به اونها وحی میشد میگفتن. بله، انبیاء الهی غالبا انبیاء الهی این اتفاق براشون میافتاد. عذاب میومد، الله تعالی میگفت 3 روز بعد عذاب میاد. پیامبر میومد میگفت 3 روز بعد عذاب میاد. خب این رو از کجا می آورد؟ وحی میشد بهش. همینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سوره مبارکه احقاف آیه 9 میفرماید که من و ما كنت بدعا من الرسل، من اولین پیغمبری نیستم که اومدم، چیزی نو پدیدی نیستم، پدیده نو ظهوری نیستم. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، و ما ادری، من نمیدانم. ببینیم ما درباره کی صحبت میکنیم؟ درباره رسول الله صلی الله علیه و سلم که دیگه بهترین انسانه، یعنی بهترین پیامبر، یعنی بعد از ایشون دیگه طبیعت بقیه، وضعیت بقیه انسان ها مشخصه، بقیه مخلوقات مشخصه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید و ما ادری، من نمیدانم، ما یفعل بی ولا بکم، چه اتفاقی برای من میفته، چه اتفاقی برای شما میفته. این من نمیدانم یعنی چی؟ این من نمیدانم که چی میشه، چه اتفاقی برای من میفته، برای شما میفته، نشانه به چی داره؟ اشاره به این داره که من پیامبر عالم به غیب نیستم، من خبر ندارم فردا چه اتفاقی میفته، من نمیدانم چی میشه. حالا سوال پیش میاد که یا رسول الله اگه شما خبر ندارید چی میشه، چطور مثلا فلان جا گفتید این اتفاق میفته شد، فلان جا گفتید کاخ فلان جا فتح میشه، فلان جا شما اینطوری به چیز گفتید، به سراغ ابن مالک همچین وعده ای دادید، شما که میگید ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدانم چه اتفاقی برای من میفته برای شما، چطور از آینده خبر میدید؟ در ادامه آیه الله متعال پاسخ میده از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بگو ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط اون چیزی که من وحی میشه به شما میرسونم. یعنی این علم از پیش من نیست، من در ذاتم این علمو ندارم، بلکه الله متعال یک مواردی از این غیب رو به من میگه. فرق من با شما اینه که من وحی میشه، به شما نمیشه، و اینهایی که به من وحی میشه من به شما میگم. اینطور نیست که من خودم عالم به غیب باشم. هیچ پیغمبری عالم به غیب نبوده. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در آیه 188 سوره مبارکه اعراف میفرماید قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من مالک نفع و ضرر برای خودم نیستم. چرا نیستی؟ چون من از آینده خودم خبر ندارم. الا ما شاء الله، مگر اون چیزی که الله تعالی برای من خواسته باشه از نفع و ضرر. ولو كنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدانستم. یعنی چی؟ اینجا منظور از غیب میدانستم یعنی اون غیبی که بیشتر الله تعالی است، یعنی عالم الغیب و شهادت بودن، یعنی و عنده مفاتیح الغیب. اگر من غیب میدانستم که یعنی علم غیب میداشتم، لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء، من در کارهای خیر می افزودم و ضرری به من نمیرسید. اگر رسول الله غیب میدانست که 50 نفری که در احد روی این تپه فرستادن و تاکید کردن که پایین نیاین، اگر میدانست اینا پایین میآیند، آیا اونها رو میگذاشت؟ آیا میگذاشت اونها؟ چرا عوض نکرد؟ آیا میدانست اون 70 نفری که در بئر معونه و بئر رجی 70-80 نفری که فرستاد اونها رو میکشن از حافظان قرآن؟ آیا میدانست که اینها رو میکشن؟ اگر میدانست پس چرا فرستاد؟ این سوال ها پیش میاد. الله متعال میفهمد باز در آیه 50 سوره مبارکه انعام که الله متعال میفهمد خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله،
خزائن الله متعال گنجهاش پیش من نیست. ولا اقول لكم انی ملک، من نمیگم من فرشته هستم. ولا اعلم الغیب، و من غیب نمیگم، غیب نمیدانم. ان اتبع الا ما یوحى الی. مواردی هست، بله، بعضی مواردی رو من از آینده گفتم، از اتفاقات گفتم، از امم سابقه گفتم، از امم آتیه دارم به شما میگم، از علائم قیامت دارم میگم. ان اتبع الا ما یوحى الی. اینها اون مواردی است که من وحی میشه. آنچه که من وحی میشه من به شما دارم میگم. آنچه که من وحی نمیشه من دیگه خبری از اینها ندارم. خب اینجا استاد سلیمانی عزیز، بعضیایی که برای بعضی از مخلوقات الهی علم غیب ادعا میکنن، عین همین حرف شما رو میزنن، میگن ما نمیگیم که اینا خودشون علم غیب را میدانن، بلکه آن چیزهایی که به اینها الهام میشه یا وحی میشه، مثل معجزه باشه یا کرامات باشه یا هر چی که شما او را تعبیر بکنین، میگن او را میدانن. ما نمیگیم که او از پیش خود غیب را میدانستن. اولا که خیلی از اینها ادعاشون این نیست. اونا میگن علم ما کان و ما یکون و ما لم یکن کائن، این کان کیف یکون رو میدانن. خیلی میگن امامان ما علم گذشته، علم آینده، علم آنچه که نیست اگر باشد چگونه خواهد بود رو میدانن، که این دقیقاً همون عالم الغیب و شهادت است. این که صراحتاً همون علم غیبی است که خاص الله تعالی است. این مسئله اول. اما حتی اگر کسی بگه که من اینطور نمیگم، فقط همون چیزی که وحی شده، خب تمام. آنچه که وحی شد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش وحی شد، از دنیا رفت، تمام شد. از دنیا رفت، ایشون رفت. انبیاء الهی از دنیا رفتند. الان شما اولا که الله متعال میفهمد الا من ارتضی من رسول، فقط رسولان هستند که برای اونها الله متعال وحی میکنه. غیر رسول وحی که به این شکل باشه ندارن. شما چطور ثابت میکنید که فلانی و فلانی که الان، اولا که اگه بخواید بگی خب رسول که رفت، شما چطور ارتباط برقرار میکنید دربارش؟ بعد بگن خب رسول الله میشنوه صدای ما رو، حاضر ناظر خبر میکنه، بعد از الله متعال میخواد که باز این ما داخل میشیم در موضوعات دیگری. اگر این رو ثابت نکنن، اون موقع حاضر ناظر بودن و سمیع بودن و بصیر بودن رو برای الله متعال فقط خاص الله متعال ثابت میکنن، که اون رو ما ان شاء الله در بحث سمیع و بصیر صحبت خواهیم کرد بشه. موضوع اینه که اگر از این ور فرار بکنن، حالا این رو هم توجیه بکنن، خب شما برز پوزش اگر این اعتقاد رو ندارید که انبیا و اولیاء غیب، این غیب مطلق میدونن، اصلا چرا میرید پیششون؟ بس خب اگر میگید که فقط آنچه که الله تعالی به اونها وحی کرد، خب اون وحی کرد در زمان رسالت بود، تمام شد، رسالت دین هم تکمیل شد، تمام شد، رفت. رسول الله صلی الله علیه و سلم دین رو تکمیل کرد، به ما رساند، قرآن رو رساند، قرآن تکمیل شد، رفتن. شما چه دلیلی دارید که اولا رسول الله صدای شما رو میشنوه؟ چه دلیلی دارید که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچه که شما اظهار میکنید، اصلا کسانی که ندا میکنن به این نیتن که اون حال من رو خبر داره؟ اگه حال شما رو خبر داره چرا ندا میکنید؟ اون که خبر داره. اصلا تناقض از هر طرف. فلانی خبر داره، عالم به غیب هست. خب اینجا اگر الله هم خبر داره، الله خبیر است، اما باز هم باید ما رو صدا بزنیم، در حالی که الله حالت ما رو میدونه. الله خالق است، الله مالک است، الله اله است، الله مالک یوم الدین است، رب العالمین است، الرحمن الرحیم است. اگر این صفات رو شما برای غیر الله ثابت میکنید، ما حرفی نداریم. خب بگید چند تا خداست دیگه، خلاص ما این رو یک روزی الله رو صدا میکنیم، یه روزی فلانی و فلانی رو صدا میکنیم، تمام، ما به حرفی نداریم، ما بحثی با این نداریم. اگر کسی بخواد بیاد بنده رو به الله قیاس بکنه، اون الله خالق مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، بگه خب الله رو ما میپرستیم، بقیه رو میپرستیم، خب خلاص با حرف ادعا کردی که چند تا پرستی دیگه، ما با شما حرفی نداریم. اما وقتی که صحبت میشه که فلانی و فلانی علم غیب میدانن، اگر علم غیب اینها علم مطلق است که ما کان و ما یکون و ما لم یکن کائن، پس شما چرا میخوانید اصلا او رو؟ چرا میخوانید؟ اون بعد از حال شما خبر باشه دیگه. اون بعد از این که اصلا خود درجه عالم الغیب و شهادت بودن رو اثبات کردن بر غیر الله تعالی است، که این شرکش همینجا ابراز میشه و محرز میشه. غیر از این هم اونها که میدانند، خب اونها که عالم الغیب هستند و شهادت هستند، چرا این علم غیب شهادت در دنیا به درد خودشان نخورد؟ الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير و ما مسنی السوء. علم غیبی که به درد صاحب خودش نخورد، وقتی به درد صاحب خودش نخوره، به درد ما و شما میخوره اون موقع. و موارد زیاد دیگری هست که من احساس میکنم وقت اجازه نمیده که ما صحبت بکنیم. من چون اگر اجازه بدید ادامه موضوع رو در برنامه بعد بریم، چون اولا اینکه اون شبهات رو که مطرح میشه، دلایل مختلفی که ذکر میشه علم غیب، اینا رو ما بعد دربارش صحبت بکنیم و توضیح بدیم. و موضوع دوم که مهمتر از شبهات هست، که خود عالم الغیب و شهادت رو ما چطور میتونیم با این صفت رو در زندگیمون اجرا بکنیم، چطور با این صفت انس بگیریم، این صفت چه تأثیری در زندگی ما داره، ایمان بهش، تفکر بهش، تدبر بهش، و چطور ما با این صفت عالم الغیب و شهادت بیشتر تقرب می‌جوییم به الله متعال.
تشکر. در برنامه بعدی ان شاء الله. جزاکم الله خیرا. بارک الله فیکم. بیننده های عزیز، همانگونه که دیدید بعضی از شبهات و همچنان تأثیر ایمان به عالم الغیب و شهادت بودن الله متعال بالای ما انسان ها چی تأثیر داره، این محاور این موضوع ما باقی ماند. در برنامه بعد ان شاء الله روش بحث خواهیم کرد. همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. من قلبي الحيران ناديت يا منان أغمرني بالغفران وزدني إيمانا. ذنبي تعلاني للذل أرداني. ذنبي تعلاني